فرق بین درس خواندن دخترها و بچه ها نزدیک امتحان. این درس خواندن هم چقدر لذت داره. اینا لی کتابک مدل پس که بانم برم دیگ مکنم که بر رو دیگ ندارم. پس که اومدم باز یاره یک دفعه بخونم. خوراک کتابا رو خواندی؟ این نکوی کتابا رو ما 10 دفعه خلاص کردیم. این حالا شب شد باز 10 دفعه خلاص میکنم. بیولوژی رو برام تعریف کن. سعی خوره خوب در یادت بی که سوال امتحان است میایه. بیولوژی علم است که از موجودات زنده بحث. زنده یعنی چی رقم؟ یعنی ما، تو، نباتات، انسانا، حیوانات، گاو، گساله بچهش سبای امتحان از خبر داری. خب اینمی کتاب اگه ما تو خلاص کردیم اگه نکردیم مرگ با موت رو نه خلاص میکنیم ما تو دیگه. اوه چه قضیات است. نه چه اصلا نیست. بخ قطره بیاد بخیر قیلون هم بری کلی موتر هم میگیری میریم چکر میشه. چند بجه است ساله؟ آله 2 بجه. 2 بجه. خیلی بخیر بیرو میریم معیشت میکنیم. پس از بیرو آمدیم خواب میکنیم. امتحان چند بجه صبح است؟ 8 بجه صبح. 8 بجه صبح. 7:30 صبح میخیزیم کل درس های نیم کتاب در نیم ساعت خلاص میکنیم بریم آجی. وقت پدرت از سختی های دوره مکتب خود برات میگه که بخی مکتب برو درس بخوان. آقا جانه تو بیخو هستم، هیچ حوصله درس نیست. امروز مکتب هم رفته نمیتونم. خب اندازه تو بودم تا 3 شب کار میکردم. بعد از او میرفتم تا 4 شب خواب میکردم. بعد از او میرفتم کالا و چیزای من میشوشتم تا که خوش شب او رو تو میکردم. باز بعد از او میرفتم چای پدرم تیار میکردم. باز بعد از او میرفتم درس میخوندم. باز بعد از او پایلچک میدویدم طرف مکتب. تو دقیقه سهولت تو نازدانه شدی. پدر مکتب دور از با ما ترانسپورت دیگه من رفتن نمیتونم. او بچه با مرور زمان خود اصلاح کنم. من قایدر تو بودم 1500 کیلومتر میرفتم تا مکتب یک شب و یک روز. پس تا که از مکتب می آمدم 1500 کیلومتر یک شب و یک روز. من در 2 روز تا که مکتب میرفتم می آمدم. تو خود این یک قدم را فهمیدی. خب بخی میگم بخی خود سرم نزن بخی. مادر پدرم کجاست؟ بچه این پدرت در وظیفه است 20 دقیقه یک باد میایه. 20 دفعه بر زن زدم یک زن جواب میداد. چی میگی تو براستی زن جواب داد؟ به خدا یک زن جواب میداد. این مردکه به خیالم بر من خیانت میکنه. دمی روزا رفتار ازی تغییر کرده. تو بیا خانه که من ترا شفتر میکنم یا نه؟ از وظیفه آمدم زنکت خسته هستم. اوکی. تو که خسته نباشی که خسته باش. خب پیش از زن رفته بودی برام خیانت کردی یا نه؟ چی میگی؟ کدام زن؟ میفهمم که برام خیانت کردی. کلمه تا بخوان. صبر کو یک دقیقه چی گپ؟ او بچه ام دیدن پدرت برام خیانت کرده بود زدم کشتمش. بره تو زن تو را چی گفت؟ گفتک شماره شما که دایی کردین از دسترس نیست. وقت همراه نفرید گپ میزنم مادرت میآید. عزیزم مرا چقدر دوست داری؟ تازه مویای پدرت دوست دارم. عزیزم پدرم خو کل است. مویای سرش نمیگم عزیزم. عزیزم صدای تا مادرت نشنوه یک پیرگک. نه جانم نایپاد مانده نیست صدای تا کس نمیشنوه. خوشم میای عزیزم از این هوشیار بودن. کت کی گپ میزنی دختر؟ مرد تو گوشه که نه نه جان آهنگ است. تو مرا گوشه که ای چرا نمیخونه؟ یک آهنگش شاکوکو جان برام پلی کن. با 2 چشم سیاه نه جان حالا بر پلی میکنم. الا شاکوکو جان قنداری را قربان. الا شاکوکو جان. 20 دقیقه بعد. چشم باریدم تو را تا دیدم با هم بازی کرد شدم تاریک تر. چیکو کردی با دلم وای. بله عزیزم. استرگو که جړه چی میکنی؟ 1 ساعت بخی وضعیت های ما رو خراب کردی. چقدر خواندم بخی به گیل ما کردی. چرا از خو خستانیم؟ خواندن چرا نیست؟ این نه جانال میمونه. نو خو میبرد.
محسن لرستانی رو بند. محسن لرستانی در این دل دیونم گریه رو صدق میکنم تو این دیاری بی کسی من خودم آزار میدونم. وقت موتر از خانه پت میکشی اما مادرت خبر میشه. من خوشم بچه میکنم آقا شده. سعید برو آقا جان خو کن. آقای میرم خو کردم برو موتر بکشیم یکان چکر بزنم اونو بستی موتر. موتر این حالا میبرم بیرون کس نمیفهمه سرم دیگه جانم هستی. اوی بچه خو موتر میکشه. اوسیار حالا که صدای ننیم است. چی میگی ننه جان؟ موتر کجا میبری؟ موتر ما نیست از همسایه است. درو نگو تی درو که آقای تا بات میگم زود بیا که اگانی آقای تا میگم. وقت در غذا خوردن قهر میکنی و پدرت میگه در بیرون چیز خورده. بچه چی رقم تو نان میخوری؟ آدم واره نان بخور. چی چرا پس داری؟ از اولاد مردم یک کم یاد بگی چی رقم نان میخوره با تربیه. بچه بیا نان بخور. نمیخورم دلم نمیشه. بیادر نان غریبی را نمیخوره و خودم چند رقم پلاو یا افرقمه را خورده دی شروع خو کی دل ازو میشه. پلاو با بیت خورده. باش دیگه این نانم خلاص دیدم ببرم دیگه کاسا و چیزا رو جمع کنم. وقتی شد آن دسترخوانم قلف میکنم. هم یک دفعه دیگه مرا میگفت میرفتم نانم میخوردم. حالا دسترخوانم از پیشم قلف میکنم. پیسه هم ندارم. گپی که میزنم اما چیزی که آقایم میشنوه. سلام علیکم آقا جان، خوب هستی بخیر؟ امی کلی موتر گرفته میرم دم سرک بالا یک مسجد است نماز میخوانم پس زود موتر برات میارم باز پارکش میکنم باز میشویم پاک ستره برات میکنم کلی را پس برات میارم. آقا امی کلی موتر تا گرفته میرم دختر بازی میرم ممی اندیوالای لچک مده موترت میشانم خوبه می کل شاره چکر میزنم موترت هم تیلش برات خلاص میکنم پس میارم هیچ استادم نمیکنم اما تو واز میمانم دروازهشه دمی موترت دمی جوی درو میکنم دمی لوش درو میکنم تا که زندست می نمی کارا را کده میرم. پدر جان 100 افغانی برام میدادی یمی کرای پانتون من نداشتم میرفتم پانتون دیگه یک 20 روپیه دیگه هم اگه برام بتی که یگان بسکیتی چیزا بخورم کل بچه ها میخوره بعد از مسونشان سعی کنم. آقا جیبت زدم $100 دلارت بود کلش گرفتم پانتونم نمیرم میرم لچکی میکنم پشت دخترای مردم هم میگیرم آزار اذیتشان میکنم هیچ دیگه دیم قصیت نیستم آقا یکی و خلاص. پدر میفهم من قدر کوشش میکنم که تا موفق شم و دست تو و فامیل من بگیرم. آقا هیچ درس نمیخوانم کوشش هم نمیکنم که موفق شم کل پیسای تا میخورم تا زندستم پیسای تا میخورم اینما تو لچک کلام میشم. وقت پیسه دار باشی حاجی صاحب من دکان خپا کنم. حالا حاجی صاحب السلام علیکم حاجی صاحب. خوی گپ تا قچتی نمیگیرم بخاطر که ماجیست. حاجی صاحب خو من میفهم ماجی نیست پیسه. چی دیگه ما گپ میزنم. و علیکم سلام. پیسه دار خو است. گپ نزن تو یک کیلو ماست بده. حاجی صاحب تو چرا آمدی؟ من خودم ماست در به منزل برتون تاویل میتم شما پس برین در خانه آرام کد استراحت کنین من خودم میارم ماست برتون. چرا نامدی باید میامدی؟ ما بسیار عفو و معذرت میخوایم از شما. حالا برین من خودم ماست برتون میارم. تشکر حاجی صاحب خوش آمدین در همی حاجی خو نیست خو مخزمت می کجا را زده خیلی پیسه دار آدم است اما وقت غریب باشی. اوه غریب گدایگر خو باز آمد. السلام علیکم حاجی صاحب بزرگوار. ما یک قدر مد نظر نمیگیرم چاپلوسی نکو باز پشت قرض آمدی. والله حاجی صاحب اگه 1 کیلو گک ماز بتی اولادا گوش نمانده که ما سکت نام تر کنم.
جگه برای از دکان برای از دکان برای میگم. بعد رقم می روزگار غریبی آمده. بچیم بخزم دکان همسایه یک در پر برم کارت رایی کن. آقا جان کردت چی میکنی؟ من از اپلیکیشن دینگ بخش تمی دقیقه در ظرف 3 ثانیه روان میکنم. میرم در بخش پروموکود از کد نجیب 50 استفاده میکنم و 50% برم تخفیف میده. بچه می کارت چقدر زود رسید؟ آقا جان خب اپلیکیشن دینگ از در بخش پروموکود از کد چی استفاده کردی؟ 50% تخفیف داد؟ نجیب 50. خو خی خدا یار نجیب 50 هر کس وقت آیفون داشته باشی. امی دیگه ایده خوب بود، یگان موبایل هم میزدم، یگان تجارت میکردم، کاروبار خوب بود، دید بیخی پیسه نیست. باشته که امنا خدای را کس خانه هم سایه زده من میره خب بگیرم. ما آیفون دارم. لالا یک عکس من خوب بگیر. قطعه صدر پاس در آیفون عکس گرفتن میفهمی؟ خو یک مرا. چهار تا بگی باشه حالا خود صبر کن. من خودم میگیرم. خلاص برو. اگر دیگه بچه را برم دو پک قطعه 50 رو پازت میگیرم. لالا یک قطعه عکس منم بگی در آیفونت. مرا سدی تا البته قطعه صدر پاس که آیفون گپ میزنی. برو گم که خدا. لالا یک عکس منو میگی. صدر پا بته. عکس تام روبا و آمد برو خوبش نیستی. لالا یک عکس منو بگی. بزرگ روبا و رس مرا پیسه را بته صدر پا میشه. والا خوب تجارت دستمی برم در کوچه دیگه بچه هارم دو پا کنم. وشتکای منطقه ما دهید. بچه ها شاجورای تلا پر کنین. میرم و کوچی دیگه سر معامله میکنم. خب هاگل ما از بسیار خریدیم سرشان مندازم که نسلشان تباشه. ای بانه چسبکیز در دیر موترشان مندازم موترشان تباشه. بچه ها شاجورای تنه پر کنین که او کوچه سر ما پلان گرفته. باید نسل در نسلشان تباه کنیم. رئیس ایبی برای این بمبار از امریکا خریدیم یار دستش پرتیم باید موترهاشون کل چیزشون انفجار آفرین بریم دیگه شاجورای تنه کش کنیم. شاجورای کش کوچه دیگه آمده بریم بچه کوچه دیگه آمد. یگان تایتان بمرین. ما در شب عید. صبح شده بخیر. اوه تا 9:12 بجه شب است. چی وقت مکم صبح بشه خب. زود ایت شو دیگه. کل چیزا رو میشه تیار موندیم بر صبح هیچ صبح نمیشه. ما چی میشه و چرا هیچ صبح نمیشه که ایت شوه. چقدر دیگه ما چه منتظر بشینم. خیر ایت شو دیگه زود. حالا که صبح شد. به خدا که صبح شده.